همگی به چنل بازیش بریشه ها خوش اومدید. فارس هستم و این دفعه اومدیم در مورد خرافات ایرانی ها با هم دیگه صحبت بکنیم. خرافاتی که ممکنه خیلی شنیده باشیمشون و اصلا ندونیم که این از کجا اومده. لایک و سابسکرایب یادت نره. مرسی که همراهی میکنی. حمایت شما کلی به من انرژی میده. قطعا تجربه اینو داشتی که بری یک مهمونی، بعد بیای خونه مامانت برات اسفندت کنه، بعد بگی که چشم حسود کور. یه شعر خیلی معروفی هم داره، میگه اسفند دونه دونه اسفند 33 دونه، از حسود و میگونه خصوصا اهل خونه، سل علا سترگه سل علا سترگه چشم ترام بتر چشم حسود بترکه. ایرانی از قدیم معتقد بودن که چشم حسود باعث مریضی و بدشانسی میشه. در زمان ایران باستان اسپند یا هوم یک گیاه مقدسی بوده که زمانی که آیین‌های زرتشتی برگزار می‌شده یا مراسم‌های زرتشتی برگزار می‌شده و مراسم‌های مذهبی داشتن، اونو می‌سوزوندن انرژی‌های منفی و ارواح بد از اون منطقه دور بشه. اسفند خاصیت ضد عفونی کننده داره و دود قوی اسفند باعث میشه که هوا تمیز و پاکیزه بشه. این دلیل علمیش هستش. این اسفند دود کردن در اصل یک آیین مقدس بوده و زمانی اجرا می شده که یک محافظتی رو مثلا از اون محلی که دارن مراسم مذهبی رو اجرا میکنن داشته باشن. صرفا یه خرافه نیست، ولی در کل ما ایرانی خیلی به کار میبریم برای اینکه چشم حسود از نمون دور باشه. میگین ناخنتو شبا نگیر بدشانسی میاره. حالا چرا؟ توی قدیم برق که نبوده، برای روشن کردن فضای خونه یا جای از شام چراغ نفتی استفاده میکردن. زمانی که تو شب میخواستی ناخونتو بگیری قطعا اونقدری دقتت بالا نبوده که ناخونتو بگیری، میزنی ناخونتو زخم میکردی. این یه تجربه واقعی بود که آقا ناخونتو شب نگی زخم میشه. اومدم به مرور تبدیل به این کردن که ناخونتو شبا نگیر، بده، بدشانسی میاره. حالا به مرور زمان میگذره، اونایی که توی نسل جدیدن میگن که نه این به خاطر اینه که کلسیوم میاد بالای ناخون و نباید شبا بگیری. عزیز من، اصلا ناخون از کلسیوم تشکیل نشده، از کراتین ساخته شده. اینا اومدن اشتباه قدیمی ها رو جبران کنن، یه دلیل منطقی بیارن که گند زدن توش. صبر اومد. ویدیو رو پاس کنید یه بار دیگه. دیدی میگن عطسه کردی صبر اومد انجام نده یه دقیقه اون کارتو؟ از اینجا میاد که ایرانیای باستان باور داشتن که عطسه نشونه ای از ارواح و یک هشدار درونی انسانه. باور داشتن وقتی انسان در آستانه انجام کاری قرار میگیره و عطسه میکنه یعنی ارواح و سرنوشتش بهش میگن صبر کن، عجله نکن. از نظر علمی عطسه کردن یک واکنش طبیعی بدنه برای بیرون راندن میکروب ها از بینی و گرد و غبار از بینیه. صبر اومد چیه؟ آخ گوشم داره سوت میکشه. نه این گوشمه، گوش چپمه. یعنی یکی داره در مورد من حرفای بد میزنه، من فقط اینو ببینم. دیدی وقتی یکی گوشش زنگ میزنه یا سوت خفیف داخل گوشش میکشه میگن یکی داره پشت سرم صحبت میکنه؟ مردم قدیم نمیدونستن که علتی که گوش یک نفر سوت میکشه چیه. فکر میکنن از دنیای نادیدنی یک الهامی داره بهشون میشه. گوش راست وقتی سود میکشید میگفتن که یه نفر داره حرفای خوب در موردشون میزنه، گوش چپ که سود میکشید میگفتن حرفای بد داره در موردشون میزنه، چون اصلا نمیدونستن دلیلش چیه. از نظر علمی به خاطر این توی گوشمون صوت خفیف یا زنگ میشنویم به خاطر اینه که فشار عصبی بهمون وارد شده یا در معرض صدای بلند قرار گرفتیم یا گردش خون در گوش‌ها بیشتر جریان پیدا کرده و یک واکنش فیزیولوژیه. میگه اگه نعل اسباب بذاری بالای خونت، یه جای بالای خونه، باعث خوشبختی میشه. شاید باورتون نشه ولی ما اینو تو خونمون داشتیم. چقدر بزرگه. در ایران باستان اسب یک حیوان مقدس و نجیب بوده و نماد پاکی و وفاداری بوده. باور داشتن هر چیزی که با اسب در تماس باشه انرژی خوب و پاکی داره.
از طرف دیگه هم هر چیزی که از فلز ساخته می شده نشونه قدرتمندی و پاکی داشته که میتونسته ارواح و اجنه رو دور بکنه. پیدا کردن نعل اسب در جاده ها یک اتفاق نادر بوده. وقتی که میتونستن نعل اسب رو توی جاده ها پیدا بکنن فکر می‌کردن خوش اقبالی نصیبشون شده. آینه کهن این چون شبیه هلال ماهه نشونه نماد باروری و برکت و خیر بوده توی اون زمان. برای همین این نعل اسب رو روی ورودی در خونه ها نصب می‌کردن که خیر و برکت و خوش اقبالی وارد خونه ها بشه. دیگه اگه دهن قیچی باز بمونه در اختلاف و شر و دعوا هم باز میشه. در فرهنگ ایرانی ابزارهای تیز مثل چاقو و قیچی همیشه دو لبه خیر و شر بودن، یعنی هم میتونستن آسیب بزنن هم میتونستن یه کار مفید برای ما انجام بدن. اصلا به خاطر همونه که وقتی دهن قیچی باز میمونه میگه در خیر و شر رو باز نگه داشته. اما یه دلیل خیلی کوچیک‌تر هم داره. مامانا به بچه‌شون میگفتن دهن قیچی رو باز نذار برای اینکه زخمی میشدن. دقت کردی وقتی یه مسافری از راه دور میاد خونتون از زمانی که میخواد بره پشتش آب میریزن؟ آب ریختن پشت سر مسافر. ریشش برمیگرده به ایران باستان. ایرانی ها در اون زمان آب و نماد پاکی و زندگانی میدونستن. باور داشتن که آب مسیر سختی ها رو میشوره میبره و خطر رو از مسافر دور میکنه. در اصل یک دعا بوده که مسافر بی خطر بره و سالم برگرده، مثل آب که همیشه جریان داره و باز برمیگرده. حتما برات اتفاق افتاده که دور آتیش با خانواده یا جمع دوستان نشستی، دود آتیش سمت یه فردی میره. میگن دود سمت آدم پولدار میره. مردم در قدیم فکر میکردن که بخار یا دود آتش یک انرژیه. به خاطر همونه که فکر میکردن ثروت و پول سمت اون آدمی میره که انرژی ها سمتشن، انرژی های خوب حالا یا کائنات سمتش میرن. به خاطر همین وقتی دود سمت کسی میرفت میگفتن که اون فردی که آدم پول داره. میگن که دست چپت بخوره پول میره، اگه دست راستت بخوره پول میاد. نه کجا آمده؟ دیدی میگن کف دست کسی بخوره یا پول میاد یا پول میره. حالا دست چپت بخوره پول میره، دست راستت بخوره پول میاد. این یک باور عامیانه و یک تابو بوده. برای اینکه بیان اتفاقات ناگهانی رو توضیح بدن، یه دلیل براش بیارن. خیلی شده بوده در قدیم این اتفاق افتاده بوده و برای یک افراد مختلف پول اومده و پول رفته. حالا میخواستم بگم ما بدبخت شدیم یا پولدار شدیم، یک معامله خوب انجام دادیم، به خاطر این دلیلا بوده. اومدن انقدر اینو تکرارش کردن و توجیهش کردن که تبدیل به یک خرافه شد. عزیزم اگه کف دستت میخوره یا تو خشکی پوست داری یا حساسیت یا اگزما داری، برو دکتر، پول نمیاد بره. مامانم تعریف کرد وقتی بچه بودم وقتی که حالم بد میشد یا مریض میشد برام تخم مرغ میشکستن تا حالم خوب بشه. شکستن تخم مرغ برای دفع چشم زخم. هممون شنیدیم وقتی یک فردی مریض میشد در قدیم تخم مرغ رو به بدنش میمالیدن و این باعث میشد که مریضی و انرژی های منفی وارد تخم مرغ بشه و از طریق تخم مرغ از بدن بیمار دفع بشه. تخم مرغ در زمان ایران باستان نماد زندگی و پاکی بوده، به خاطر همه که توی سفره 7 سین هم ازش استفاده میکنیم. سفیده و زردش هم نماد حیاتی و زندگانی رو دارن. این موضوع حتی اگه یک خرافه هم باشه در قدیم برای محافظت از انسان‌ها و آدم‌ها ازش استفاده می‌کردن. مرسی که تا اینجا همراهیمون کردیم. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. چنلمون رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک بکنید و ویدیو قبلیمون هم حتما ببینید. بدرود.